جنگ جدید شوهر سابق نوریا با سیر متین و رفتار عاشقانه سیر متین با نوریا. نوریا کیست؟ چی رابطه با سیر متین دارد؟ و حرفهای جالب همسر سیر متین به نوریا. ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. سیر متین یک تن از موفق‌ترین و ناماشناترین کمدین‌های افغانستان است. سیر کارهای رسانه‌ای خود را از تلویزیون طلوع آغاز کرد. وی در ابتدا در تلویزیون طلوع من حیث دوبلاژ سریال‌های ترکی همکاری میکرد، اما استعداد خاصی که در وجود سیر متین بود وی را وادار ساخت تا در برنامه شبکه خنده نقش بازی کند و توانست در مدت بسیار کوتاه در میان مردم افغانستان شهرت خوبی برخوردار کند. سیر متین بیشتر اوقات نقش زنانه در این برنامه کمدی را به پیش می برد. سیر متین با سه همکارش بعد از تغییر رژیم حاکم در افغانستان توانست به کشور کانادا مهاجرت کند. وی در کشور کانادا هم مانند قبل به برنامه‌های رسانه‌ای خود ادامه داده است. با تلویزیون جهانی فضا و چینل یوتیوب باربود همکاری دارد. سیر متین بر علاوه کارهای رسانه‌ای با باربود موزیک وی چینل یوتیوب هم در کانادا ساخته است و در آن برنامه‌های با هنرمندان و چهره‌های سرشناس افغانستان ثبت می‌کند. برنامه سیر متین با نوریا خیلی عاشقانه بوده است و تصاویر این دو سلبریتی افغانستان در میان شبکه‌های اجتماعی افغانستان مورد نقد و نظر بیشمار شده است. حتی شوهر سابق نوریا توهین برای سیر متین کرده است و همسر سیر متین که دختر حنیف انگام می باشد سیر متین را مورد نقد قرار داده است و نظر به گفته‌های دوستان و علاقمندان سیر متین همسرش از وی جدا است و در خانه جداگانه زندگی می کند. ولی تاکنون سیر متین درباره حقایق بیشتر در این باره در صفحات مجازی خود چیزی بیان نکرده است. ما هم آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود داریم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای ما را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درودی دیگر، بدرود.